خب بچه های عزیز ما امروز اولین روزی درس است من باید که هر یکی شما شناس شوم انا جای هاتون باید که انیخ کنیم فهمو خب دختری ناس شما فامیلیتون دولت مامدова منیژه منیژه خب منیژه خانم گوید که پدر شما در کجا کار میکنن دایرکتوری завод منیژه جان اینجا بیا دخترم اینجا بیا اینجا شین دایرکتوری завод گفتی ها شین نه شینم اینجا همینجا جای تو فهمیدی خب نو فامیلیا каримзода рухшона رخشانه خان بچه داداتون کجا با کار میکنن دایرکتوری فابریکا او اینجا بیا آخی چی به قفاشتی این پیش بشین دختر جان پیش بشین رحمت سلامت باش خب شما فامیلیتون اسماعیلوف سعدی اسماعیلوف پدرتون کجا با کروپسیا خیز هر دو اون طرف بشین خیز اسماعیلوف بچه و اینجا بیاید شینید داخل اینجا شینید بچه جان کتاب ندارید من این کتاب بگیرید بچه جون این کتاب باید کنید منش هینش هم گرفتم آنید بعد سانی میخونید با منش بچه جون خب بچه ها ما درسم دوام میدیم نباشد اسماعیلوف میبخشید پدرتون در کروپسیا چی شده کار میکنن؟ نمیدونم دین قپیده بردن شد قپیده بردن تو برو تختی سینف برو تیز کن راه جای بشین قفا ترشین قپیده بردنشه گپا پورا زنی میمری چکل سینف رحیمو راست استید اینجا با سوال شما با کلمه جمله شما این با سوالی همه جواب دید من میدوم وای میدود آنها میدوند این در کدام زمانه بچه کنید زمان ابلو دوستان عزیز به شما بلیط های ارزان لازم است نمیدونید از کجا خریداری نماید با واتساپ اویاکاسای شاهنازه زنگ بزنید بلیط های ارزان و باوریناک است السلام علیکم بابی مرگان و علیکم السلام بابی جان سازی تینجی شکر بیا نه گریخ رفت کی گریخ اوخی نمی نبیرت بگم اوخی ما حیرانم اوخی اوه همین نبیرت یک کمتر نصیحت که بابی جان همین دو بچه ها پویسکو وارده بودن خب اوخی باید که ایروی خودی پویسکو واردن باید برای همون جایی دعوت شدگی باید بروی درست اوخی نمیره این بچه تو گریخته این ما مجبور شدیم خودم آمدستم گشته سم همین که بفهمم چیگه پای بگم خودشو ببینیم خودش یا رو مصلحت کنیم چیگه پای اوخی مالی بچه‌م اوخی مالش اگه شما دعوت نامه روی کرده بودیم که بیا گفته این نرفته خب بابا جان چیکار کنیم بگی گوش که اینه بابی اختون مثال عادی این ختم بابی مرگان در همین دوره جنگ بزرگ وطنی خدمت کردی نه بچه‌م اینا همون شما روزی مدهیش با پیشی نظر آوردی اوخی مقصد که برای همین مادر وطن خدمت کردی نه البته این وظیفه هر یک جوان مردای بچه‌م درست آره بابی جان همین یگان جاتون کم شد خدمت کردی نه اوخی نه من هم ساعت وایز برای هم که میگم بابی جان هم قدر فاشیست بداد آوردیم من غلبه کردیم تو حاضر خدمت شما فایده شما همین جامعه رسیده سای نه که همین نبیرت بگم اوخی رحمت بچه اینمی حاضر نم تو گریخ رفت بابی ندیدم ولای گریخ رفت اینمی میگم میشه بریم کلیشه صحبت کنیم بابی او البته میشه بیا بریم رفتیم خودت ای نزدیک این همین قطعش صحبت کو اوخه همون باید یا جویا میخون ها معلومات عالی میگیریم یا خدمت میرم البته باشه این وظیفه باید صاحب علم باشه باید یا با واسطه علم یا قوی بازو باید که وطن حمایت کنی باشه رفتیم یک جایی میفهمونیم شه اینجا بیا بچه‌م دختر ما ای کلا لبای تقا جان لبای مهمان اومد شما دید سلام دختر جان لبای آخه کو همون بچی تو کجا ده میگرده او در خونه خورو خورده است خونه ده خونه ده شید بچه ای پی کرد شو گوش که بچه اینا من نه این مرحمت خودت بدرا قطعش صحبت کن وظیفه جوانمردی رو بفهمون که در آینده من خودت واره یم خیلی یک جوانمردی نازنین شو شید بابی جان خودم واره خدمتی وطن ادا کنه
شید بابی ما حاضی خیلی یا صحبت کنیم بدرا بچه کی تسیز بخیر السلام علیکم دادر جان سازی؟ چیکار کار هستی؟ ماما خوردوشم ماما خورد هستی؟ ماما تا تیسر بخوا 2 ساله تای تای میری